الان اومدیم آموزش دایموند کردن AK117. پس بدون معطلی بزنید بریم لیتس گو. ببینید اولین کار باید که بریم تو این بخش. خب اولین کارمون اینه که 600 تا گیل بگیریم که این خیلی راحته. دومین کارمون اینه که 50 تا هیفایر یعنی اسکوپ باز نکنیم کیل بگیریم. سومین کارمون اینه که 80 تا کیل از فاصله دور بگیریم. چهارمین کارمون اینه که 125 تا کیل فول اتچمنت یعنی اتچمنت بچینید، 5 تا اتچمنت بچینید، 125 تا کیل باش بگیرید. و پنجمین کارمون اینه که 100 تا هدشات بگیریم. و آخرین کارمون اینه که 80 تا کیل بدون اتچمنت بگیریم. و در آخر گلد کردن برای ما باز میشه. و برای دایموند کردن باید 150 تا مچ تو هر مچ 10 تا کیل بگیریم. و راحت ترین مچ هم اگه بخوام بهتون بگم این مچ شیپمنت. این مچ شیپمنته و میذارید روی فری فور آل و میرید تو هر مچ 10 تا کیل میگیرید و 150 تا مچ که برید تو هر مچ 10 تا کیل بگیرید دایموند کردن برای شما باز میشه. لایک و ساب فراموش نشه.